دوستان وقتتون بخیر، امیدوارم حالتون عالی باشه. با علائم ریاضی در ترکی در خدمتتون هستم. بریم که بخونیم. artı جمع، اکسی به معنی تفریق هستش، بلو به معنی تقسیم هستش، çarpı به معنی ضرب هستش، eşit به معنی مساوی هستش. به طور مثال میگم 2 artı 3 eşit 5. یا به طور مثال میگم، حالا ادامه میدم، خب میگم حالا 10 bölü 2 eşit 5. یا به طور مثال میگم 2 çarpı 3 6 eşit 6.